اگه ازتون بپرسم زن در ایران باستان چه تصویری داشته، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتون میاد یه چیزی شبیه فیلم هاست. حرمسراهای پرزرق و برق، زنهایی که در انزوا زندگی میکنن و هیچ قدرتی ندارن. اما اگه بهتون بگم که کل این تصویر یا حداقل بخش خیلی بزرگش اشتباهه، یه داستانیه که رقبای ایران برای ما تعریف کردن. بیایید با هم این داستان واقعی رو کشف کنیم. حالا به این جمله گوش کنید. اینو هرودوت، مورخ یونانی، یعنی بزرگترین رقیب ایرانی‌ها، در مورد آرتمیس، دریاسالار زن ارتش خشایارشا گفته. مردان من زن شدند و زنان من مرد. خب، این جمله هر چیزی رو که فکر می‌کردیم در مورد اون دوره می‌دونیم به چالش می‌کشه و ما رو با یه سوال اساسی روبرو می‌کنه. چطور همچین چیزی ممکنه؟ توی یه امپراتوری که همیشه اسمش با حرمسرا گره خورده. این دقیقاً همون سوالیه که قراره تو این برنامه بهش جواب بدیم، چون حقیقت اینه که یکی از این دوتا تصویر از بیخ و بن اشتباهه. خب، کلید ماجرا دقیقاً همینجاست. ببینید، تصویری که ما امروز از زن ایرانی تو اون دوره داریم، اصلاً از خود منابع ایرانی به ما نرسیده. این تصویر رو رقبای اصلیشون یعنی یونانی‌ها برای ما کشیدن. اونها در واقع داشتن جامعه خودشون رو توصیف می‌کردن، نه واقعیت امپراتوری هخامنشی. پس در واقع ما با دو تا داستان کاملاً متضاد روبروییم. از یه طرف روایت یونانیه که میگه زنها توی حرمسرا زندانی بودن، بی‌قدرت و فقط مشغول دسیسه. از طرف دیگه یه واقعیت پنهان که از زنها به عنوان مدیرعامل، مالک و تصمیم گیرنده سیاسی حرف میزنه. اما این واقعیت پنهان از کجا اومد؟ داستانش برمیگرده به یک کشف باستانشناسی فوق‌العاده. یک کشف تقریباً تصادفی که باعث شد بتونیم تاریخ رو از نو بنویسیم و صدای زنهایی را بشنویم که 2500 سال خاموش بودند. سال 1933 یه تیم باستانشناس دارن تو خرابه‌های تخت جمشید کار میکنن که یهو به یه چیز کاملا غیرمنتظره برمیخورن. نه طلا و جواهر، بلکه گنجی که خیلی خیلی با ارزش‌تر بود. چی پیدا میکنن؟ 30,000 لوح گلی. این فقط چند تا کتیبه نبود، بلکه بزرگترین آرشیو اداری دنیای باستان بود که تا به حال پیدا شده. یه پنجره مستقیم به زندگی روزمره مردم. حالا نکته جالبش اینجاست. این لوح‌ها شعر و داستانای حماسی نبودن. میدونید چی بودن؟ اساساً فایل‌های اکسل اون زمان بودن. لیست حقوق کارگرا، جیره‌ها، صورت حسابا، چیزای خیلی خشک و اداری. و دقیقاً همین بی‌طرفیشونه که اونا رو انقدر با ارزش میکنه. چون میدونید اعداد و ارقام دروغ نمیگن. خب بریم سراغ اصل مطلب. این لوح‌های گلی چی رو فاش کردن؟ اولین و شاید تکان دهنده ترینش قدرت اقتصادی زنها بود. آماده باشید چون چیزایی که میشنوید قراره تمام تصوراتتون رو عوض کنه. توی امپراتوری هخامنشی یک قانون ساده وجود داشت. کارگرها رو بر اساس مهارتشون دسته‌بندی می‌کردن، نه جنسیتشون. یعنی یک کارگر ساده مرد با یک کارگر ساده زن حقوق برابر می‌گرفت. اما داستان اصلی و اون چیزی که واقعاً شگفت‌انگیزه وقتی شروع میشه که به رده‌های مدیریتی نگاه می‌کنیم. این لوح‌ها از زنانی حرف میزنن که یه عنوان خاص داشتن، آراش آشره. معنیش میشه چیزی شبیه به رئیس بزرگ یا مدیر ارشد. تصورشو بکنید، زنایی که مسئول کارگاه‌های بزرگ بودن و یه عالمه کارگر هم زن و هم مرد زیر دستشون کار میکردن. و اینجاست که قضیه خیلی جالب میشه. این نمودار رو ببینید. یه مدیر زن، یه آرشش، میتونست تا 3 برابر بیشتر از یه کارگر مرد که زیر نظرش کار میکرد، حقوق و جیره بگیره. یعنی اصلاً جنسیت مهم نبود، مسئولیت مهم بود. یه نقش مهم دیگه هم بود به اسم پشپ. این خانم‌ها مدیرای خزانه‌داری و انبارای بزرگ بودن. هر کدومشون یه مهر شخصی داشتن که حکم امضای دیجیتال یا کارت اعتباری امروزی رو داشت. با همین مهر پرداختای کلان رو تایید می‌کردن. اما قدرت زنها فقط به حقوق و مدیریت ختم نمی‌شد. داستان خیلی فراتر از این هاست و به مالکیت شخصی و نفوذ سیاسی هم میرسه. این مقایسه واقعاً تکان دهنده است. فکرشو بکنید، دقیقاً همون زمانی که تو آتن
یعنی به اصطلاح مهد دموکراسی، یه زن خودش به عنوان بخشی از اموال پدر یا شوهرش حساب میشد، تو ایران زنها میتونستن به اسم خودشون زمین، کسب و کار و هر چیزی که میخواستن داشته باشن. این یه تفاوت اساسی تو نگاه به هویت یه زن بود. و اینا فقط روی کاغذ نبود. ما اسم این زنها رو میدونیم. زنهایی مثل ایردبناما، یه تاجر بین المللی فوق‌العاده ثروتمند که اصلا از خانواده سلطنتی هم نبود، یا آتوسا، دختر کوروش بزرگ که یه استراتژیست سیاسی تمام عیار بود و عملاً پادشاه بعدی رو اون انتخاب کرد. و آرتیستون که شخصاً امپراتوری اقتصادی خودشو با کاخا و زمینهای بیشمار اداره می‌کرد. جالبتر اینجاست که حتی خود هرودوت، همون مورخ یونانی، نمیتونست قدرت زنهایی مثل آتوسا رو نادیده بگیره. مجبور شده بود تو تاریخش بنویسه که آتوسا کسی بود که بر همه چیز تسلط داشت. یعنی در عمل اون بود که همه چیز رو کنترل می‌کرد. ولی شاید از همه اینا شگفت‌انگیزتر و مدرن‌تر سیاست‌های اجتماعی هخامنشیان باشه. چیزی که تو این لوح‌ها پیدا شد حتی برای دنیای امروز هم پیشرفته به حساب میاد. آماده اید؟ امپراتوری هخامنشی بیشتر از 2500 سال پیش یه سیستم تأمین اجتماعی دولتی برای مادرهایی که تازه زایمان کرده بودن داشته. بله، درست شنیدید. مرخصی زایمان. اونم با حقوق و مزایای کامل. مادرها تا چند ماه بعد از زایمان از کار معاف بودن ولی حقوق کاملشون رو میگرفتن. یه پاداش ویژه به صورت غلات و شراب هم بهشون داده میشد و از همه مهمتر دولت جیره غذایی جداگانه‌ای برای خود نوزاد در نظر میگرفت. یعنی نمیذاشتن تولد یه بچه به خانواده فشار اقتصادی بیاره. این یعنی حمایت واقعی از نهاد خانواده. و این آزادی‌ها فقط اقتصادی نبود. شواهد دیگه مثلا از روی آثار هنری نشون میده که زن‌ها تو جشن‌ها و مهمونی‌ها کنار مردا بودن. لباسای رنگارنگ و زیبا می‌پوشیدن که نشون دهنده مقامشون بود، نه وسیله‌ای برای منزوی کردنشون. حتی توی فعالیت‌های مثل سوارکاری و شکار هم شرکت می‌کردن. خب بیایید یه جمع‌بندی کنیم. این جدول تفاوت‌ها رو خیلی خوب نشون میده. از یه طرف افسانه یونانی که زن رو وابسته و منزوی نشون میده و از طرف دیگه واقعیت ایرانی که بر اساس اسناد از زن به عنوان یه فرد مستقل، قدرتمند و مورد حمایت دولت حرف میزنه. تفاوت از زمین تا آسمونه. پس می‌بینید داستان زن قدرتمند ایرانی هیچ وقت گم نشده بود. فقط زیر روایت‌های رقبای ایران، زیر لایه‌هایی از تبلیغات دفن شده بود و منتظر بود تا کسی پیداش کنه. و این ما رو به یه سوال بزرگتر میرسونه. اگه تاریخ رو معمولاً رقبا یا برنده‌ها می‌نویسن، چه داستان‌های دیگه‌ای، چه حقیقت‌های دیگه‌ای هنوز زیر خوروارها خاک تاریخ منتظرن تا کشف بشن؟ این سوالیه که باید همیشه از خودمون بپرسیم. سلام به همگی و خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم یه سفر بکنیم به قلب یونان باستان. اما نه برای شنیدن داستان‌های تکراری. می‌خوایم بریم سراغ یه داستان تقریباً ناگفته. داستان زندگی زنان. و چیزی که قراره ببینیم اینه که زندگی یه زن بسته به این که توی آتن دموکراتیک به دنیا می اومد یا اسپارت جنگجو واقعاً از زمین تا آسمون فرق داشت. خب، یه لحظه چشماتون رو ببندید و به یونان باستان فکر کنید. چه تصویری به ذهنتون میاد؟ به احتمال خیلی زیاد فیلسوفایی مثل سقراط رو میبینید که رداهای سفید پوشیدن و دارن قدم میزنن، یا سیاستمدارایی مثل پریکلس که دارن سخنرانی‌های آتشین میکنن، یا شاید هم سربازای هاپلیت با اون کله خدای برنزی معروفشون. ولی یه لحظه صبر کنید. یه چیزی توی این تصویر کمه، نه؟ یه بخش خیلی بزرگ از جمعیت، نصف جمعیت اصلاً نیست. زنا کجان؟ حقیقت تلخ اینه که توی تصویری که ما معمولاً از تمدن‌های بزرگی مثل آتن داریم، زنها انگار عمدن از قاب حذف شدن، نامرئی هستن. خب پس بیایید این موضوع رو با هم بازش کنیم. ببینید، تجربه زن بودن توی یونان باستان اصلاً و ابداً یک چیز ثابت نبود. در واقع یه شکاف، یه تضاد عمیق و باور نکردنی بین دو تا از بزرگترین شهرهای اون زمان یعنی آتن و اسپارت وجود داشت و ما امروز دقیقاً می‌خوایم همین تضاد رو بررسی کنیم. پس اول از همه بریم سراغ آتن، همون شهری که بهش میگیم مهد دموکراسی، مرکز فلسفه و هنر. همه این کلمه‌های قشنگ، اما
جالبه بدونید که برای زنا این شهر به ظاهر آزاد بیشتر شبیه یه قفس بود. یه قفس خیلی شیک و طلاکاری شده، ولی در نهایت یه قفس. خب این نگاه از بالا به پایین به زنا یه چیز اتفاقی نبود. اتفاقاً ریشه‌های فلسفی خیلی عمیقی داشت. مثلا خود ارسطو، یعنی یکی از بزرگترین متفکرای تاریخ بشر، خیلی راحت میگفت که زن یه مرد ناقصه. فکرشو بکنید. وقتی یه همچین دیدگاهی از طرف یه فیلسوف بزرگ مطرح میشه، دیگه خیلی راحت میشه تمام محدودیت‌های اجتماعی و قانونی علیه زن‌ها رو توجیه کرد. و این دیدگاه فلسفی خب فقط در حد حرف باقی نموند. خیلی مستقیم وارد قانون شد و خودش رو توی سیستمی به اسم کریوس نشون داد. کریوس چی بود؟ به زبان ساده یعنی قیمومیت ابدی مردا. بر اساس این سیستم یه زن توی آتن هیچ وقت، تأکید میکنم، هیچ وقت از نظر قانونی به سن بزرگسالی نمی رسید. همیشه باید تحت کنترل یه مرد می بود. و این یه چرخه تمام نشدنی بود که کل زندگی یه زن رو در بر می گرفت. ببینید چجوری بود. وقتی دختر بچه بود، قیمش پدرش بود. وقتی ازدواج می کرد، این قیومیت مثل یک کالا به شوهرش منتقل می شد. و حتی اگه شوهرش می مرد و بیوه می شد، باز هم آزاد نبود. کنترل زندگیش می افتاد دست پسرش یا نزدیکترین فامیل مرد. نتیجه، یه زن آتنی عملاً هیچ استقلال قانونی یا اقتصادی نداشت. صفر. حتی خود پریکلس، اون رهبر بزرگ آتن، ایدئال جامعه‌اش رو توی این جمله خلاصه کرده. میگه بزرگترین افتخار برای یه زن اینه که مردا چه خوبش رو بگن چه بدش رو اصلاً در موردش حرف نزنن. یعنی چی؟ یعنی بهترین زن زنیه که کاملاً نامرئی باشه. و خب طبیعتاً برای همینم بود که زنها رو توی بخشی از خونه به اسم گینسیوم یا همون اندرونی حبس می‌کردن. و دقیقاً همین جاست که به یه پارادوکس خیلی بیرحمانه توی آتن میرسیم. میدونی تنها زنایی که تحصیل کرده بودن و میتونستن توی بحث‌های فکری مردا شرکت کنن کیا بودن؟ هتایراها، یعنی روسپیان سطح بالا. مثلا زنی به اسم آسپازیا اونقدر باسواد و باهوش بود که خود سقراط باهاش بحث فلسفی میکرد. ولی خب در نهایت اون یه شهروند محترم به حساب نمی اومد. انگار توی آتن برای اینکه بتونی آزاد باشی و فکر کنی، باید آبروت رو میذاشتی وسط. یه معامله خیلی تلخ. اما حالا بیایید از این فضای خفه کننده آتن فاصله بگیریم و حدوداً 240 کیلومتر بریم به سمت جنوب. اونجا میرسیم به اسپارتا. و توی این دولت شهر کاملا نظامی، یه دنیای دیگه، یه دنیای کاملا متفاوت در انتظار زنا بود. دنیایی که اگه یه مرد و آتنی میدیدش واقعا شوکه میشد، شاید حتی غیر قابل قبول بود براش. خب به اسپارت خوش اومدید، جایی که به طرز خیلی عجیبی همون فرهنگ سفت و سخت نظامیگری به طور متناقضی یه نقش خیلی قدرتمند برای زنا درست کرده بود. توی اسپارت زنا دیگه یه دارایی شخصی نبودن، اونها مادران جنگجویان بودن و این عنوان همه چیز رو تغییر میداد. فقط کافیه به این نمودار یه نگاه بندازید. به تنهایی همه چیز رو توضیح میده. زنای آتنی که گفتیم حق مالکیتشون صفر بود، درسته؟ خب زنای اسپارتی صاحب 40% از کل زمینهای اسپارت بودن. 40%. حالا چرا؟ دلیلش خیلی ساده بود. مردا که دائما یا تو جنگ بودن یا تو پادگان داشتن تمرین میکردن، پس کی باید املاک و اقتصاد رو میچرخوند؟ معلومه، زنا. منطقه اسپارتیا خیلی سرراست بود. اگه میخوای سربازای قوی داشته باشی، باید مادرای قوی داشته باشی. به همین سادگی. برای همین دخترها توی اسپارت آموزش رسمی و دولتی میدیدن. ورزش میکردن، کشتی میگرفتن، نیزه و دیسک پرتاب میکردن. حتی موسیقی و مدیریت هم یاد میگرفتن. و مهمتر از همه، برخلاف زنای آتنی توی جامعه و ملاع عام حضور داشتن. این اعتماد به نفس زنای اسپارتی رو میشه توی این جمله معروف از ملکه گورگو و همسر لئونیداس دید. یه بار یه زنی از یه شهر دیگه بهش طعنه میزنه و میگه چرا فقط شما زنای اسپارتی هستین که بر مرداتون حکومت میکنید؟ گورگو هم خیلی خونسرد جواب میده چون فقط ما زنای اسپارتی هستیم که مرد واقعی به دنیا میاریم. این فقط یه جواب دندون شکن نیست. این نشون میده که اونها خودشون رو شریک قدرت نظامی اسپارت میدونستن. خب تا اینجای کار ما آتن و اسپارت رو با هم مقایسه کردیم. ولی حالا بیایید زاویه دیدمون رو از این هم وسیع‌تر کنیم. یونانیا یه همسایه خیلی قوی در داشتن که همیشه بهش میگفتن بربر، یعنی امپراتوری هخامنشی ایران.
سوال اینه که وضعیت زنا اونجا توی اون امپراتوری به اصطلاح بربر چطور بود؟ این جدول نتیجه رو خیلی واضح جلوی چشم ما میذاره و نتیجهش واقعاً تکان دهنده است. توی خیلی از موارد زنها توی امپراتوری هخامنشی، همون امپراتوری که یونانیا بهش میگفتن بربر، آزادی اقتصادی و اجتماعی بیشتری از زنهای آتن دموکراتیک داشتن. اونها میتونستن صاحب ملک یا زمین بشن، تجارت کنن، سفر کنن. در واقع انگار اون دموکراسی پرآوازه آتن روی سکوت و حبس نیمی از جمعیتش، یعنی زنا، ساخته شده بود. خب همه این مقایسه ها ما رو به چه نتیجه‌ای میرسونه؟ این داستان عجیب آتن و اسپارت و ایران باستان ما رو وادار میکنه که یه قدم به عقب برداریم و در مورد کلمات بزرگی مثل آزادی و پیشرفت یکم عمیق‌تر فکر کنیم. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، ما با 3 تصویر خیلی متفاوت از زن در جهان باستان روبرو شدیم. زن آتنی که یه جورایی دارایی غایب بود، زن اسپارتی که یک ابزار قدرتمند در خدمت دولت بود و زن ایرانی هخامنشی که نقش یک شریک رو در اقتصاد و جامعه داشت. و این بحث ما رو با یه سوال نهایی تنها میذاره. سوالی که شاید جوابش خیلی ساده نباشه. اگه تاریخ اونطور که ما فکر میکنیم همیشه در یک خط مستقیم و رو به جلو حرکت نمیکنه، و اگه گاهی یه جامعه به ظاهر قدیمی‌تر میتونه توی بعضی جنبه‌ها مدرن‌تر به نظر بیاد، این موضوع چه معنایی برای تصور ما از کلمه پیشرفت در دنیای امروز خودمون داره؟ وقتی کلمه زن باستان رو میشنویم چی تو ذهنمون میاد؟ احتمالاً یه تصویر از یه زن سرکوب شده بدون هیچ قدرتی، درسته؟ خب اگه بهتون بگم این تصویر تا حد زیادی اشتباهه چی؟ و اینکه آزادترین زنان دنیای باستان در جایی زندگی می‌کردن که احتمالاً آخرین حدس شماست. بیایید با هم این کلیشه تاریخی رو بشکنیم. خب سوال اصلی همینه. آزادترین زن در جهان باستان کی بوده؟ اولین جوابی که به ذهنتون میرسه چیه؟ احتمالاً آتن، مهد دموکراسی، یا شایدم روم، اون امپراتوری بزرگ و قانون مدار. باید بگم که جواب خیلی غافلگیر کننده تر از این حرف است. برای اینکه به جواب برسیم، می‌خوایم 3 تمدن اصلی رو بذاریم کنار هم. یونان، جایی که زن تقریباً یه زندانی تو خونش بود. روم که زنهاش استاد بازی‌های پشت پرده بودن و ایران هخامنشی که داستان زنش خب کاملا یه چیز دیگه است. بیایید سفرمون رو از روم، یعنی قدرتمندترین امپراتوری غرب، شروع کنیم. خب رسیدیم به روم، تمدنی که همیشه اسمش با قانون و عملگرایی گره خورده. اما وقتی پای زنها به میون میاد، داستان روم پر از تناقض‌های جالبه. برای اینکه بفهمیم زن رومی کی بوده، اول باید با بزرگترین دیوار روبروش آشنا بشیم، قانونی به اسم پاتر فامیلیاس. این قانون چی میگفت؟ خیلی ساده. پدر خانواده قدرت مطلق بود، یعنی قدرت مرگ و زندگی بچه‌هاش دستش بود. و یک زن، خب از نظر قانون یه زن رومی تا آخر عمرش یه بچه به حساب می اومد که همیشه تحت کنترل یه مرد بود، یا پدرش یا شوهرش. ولی اینجاست که داستان جالب میشه. رومی‌ها و شاید بهتره بگم زن‌های رومی یه راه فرار هوشمندانه پیدا کردن. یه جورایی سیستم رو هک کردن تا این قانون سفت و سخت رو به نفع خودشون دور بزنن. این راه فرار کجا بود؟ توی خود قانون ازدواج. ببینید 2 نوع ازدواج وجود داشت. اولی اسمش بود کومانو. توی این مدل زن با تمام جهیزیه و داراییش از مالکیت پدر در می اومد و می رفت زیر مالکیت کامل شوهرش. ولی نوع دوم یعنی سینمانو یه انقلاب بود. توی این ازدواج زن از نظر قانونی تحت کنترل پدرش باقی می موند. این یعنی شوهرش مطلقاً هیچ حقی روی اموال اون زن نداشت. نتیجهش چی شد؟ یه انقلاب بی سر و صدا. زنای ثروتمند رومی با استفاده از همین راهکار سینمانو به یه استقلال مالی باور نکردنی رسیدن. فکرشو بکنید، صاحب زمین و ملک بودن، پول قرض میدادن، حتی خرج کمپین‌های انتخاباتی سیاستمدارا رو میدادن. دیگه موازنه قدرت تو خونه کاملا عوض شده بود. خب، الگوی زن ایدئال رومی یه ماترونا بود. یعنی یه بانوی محترم و باوقار. برخلاف زنهای آتنی که تو خونه حبس بودن، زن رومی تو جامعه دیده میشد.
یه نمونه عالیش کورنلیاست. یه داستان معروفی هست که یه روز یه زن دیگه داشته جواهرات گرون قیمتش رو به رخ کورنلیا میکشیده. کورنلیا خیلی آروم به بچه‌اش اشاره میکنه و میگه اینا جواهرات من هستن. وظیفه اصلی اون تربیت شهروندان بزرگ برای آینده روم بود. حالا بیایید یه پرش زمانی داشته باشیم و بریم به دوره امپراتوری. اینجا اوضاع خیلی فرق کرد. وقتی قدرت از طریق خون منتقل شد، یعنی موروثی شد، یه دفعه رحم یک زن تبدیل شد به مهمترین ابزار سیاسی. در واقع یه میدان جنگ تمام عیار. و نماد این دوران کسی نیست جز آگریپینای کوچک. فکرشو بکنید. خواهر یک امپراتور، همسر یک امپراتور دیگه و مادر امپراتور بعدی. اون با عموی خودش امپراتور کلادیوس ازدواج کرد، متقاعدش کرد که پسرش نرون رو به عنوان جانشین انتخاب کنه و بعد خب کلادیوس رو با قارچ سمی مسموم کرد تا راه برای پسرش باز بشه. ولی این بازی قدرت پایان خوشی براش نداشت. نرون، همون پسری که آگریپینا به قدرت رسونده بود، از دخالت‌های مادرش خسته شد و دستور قتلش رو داد. میگن وقتی سرباز برای کشتنش اومد، آگریپینا یه جمله تکون دهنده بهش گفت. به شکمم ضربه بزن. این جمله یه جورایی نفرین نهایی اون بود. یعنی به همون رحمی ضربه بزن که تو رو به دنیا آورد و به قدرت رسوند. البته آگریپینا تنها زن قدرتمند این دوره نبود. زنهای دیگه‌ای مثل لیویا، همسر امپراتور آگوستوس یا مسالینا هم بودن که استاد توطئه و بازی‌های سیاسی بودن. حتی کاهنه‌های وستال که به باکره‌های وستال معروف بودن، ثروت و قدرت اجتماعی فوق‌العاده‌ای داشتن. پس می‌بینید قدرت زنها در روم کاملاً واقعی بود، اما یه قدرت خطرناک و پر ریسک. خب، داستان روم رو شنیدیم. حالا وقتشه که برگردیم به سوال اصلیمون و این پازل رو کامل کنیم. بیایید ببینیم زن رومی در مقایسه با زن ایرانی و یونانی واقعاً کجا قرار میگیره؟ آماده اید؟ و اینجاست که همه چیز واقعاً جالب میشه. به این جدول نگاه کنید. نتایج شگفت‌انگیزه. توی بخش استقلال اقتصادی، ایران هخامنشی 5 ستاره کامل گرفته. حتی از روم هم جلوتره. و آتن مهد دموکراسی فقط 1 ستاره، یعنی عملاً در قهر جدول. توی قدرت سیاسی هم زن رومی پشت پرده نفوذ زیادی داشت، ولی زن آتنی اصلاً تو بازی نبود. 0. این آمار و ارقام کل داستانی که تا امروز از تاریخ شنیدیم رو زیر و رو میکنه. این نمودار رو ببینید، اختلاف رو حس می‌کنید. تو بحث استقلال اقتصادی، ایران هخامنشی نه فقط یکم، بلکه با فاصله خیلی زیاد از روم و به خصوص آتن جلوتر بوده. این با اون تصویر همیشگی که از تاریخ تو ذهن ما ساختن، زمین تا آسمون فرق داره. خب، پس سوال اینه، چرا ما همیشه برعکس فکر می‌کردیم؟ چرا تصویر ما از تاریخ انقدر متفاوته؟ جوابش ساده‌تر از چیزیه که فکر می‌کنید. چون تاریخ رو عمدتاً برندگان می‌نویسن و تو این مورد خاص نویسنده‌های یونانی برامون نوشتن و خب اونها هم دیدگاه خودشون رو داشتن. و دیدگاهشون چی بود؟ این جمله از ارسطو، یکی از بزرگترین فیلسوف‌های غرب، همه چیز رو روشن می‌کنه. اون میگه زن به خاطر فقدان یک سری ویژگی‌ها زنه و طبیعتش یه جور نقص ذاتی داره. این نگاه حاکم بر آتن بود. همون آتنی که بهش میگیم مهد دموکراسی. و اما میرسیم به نکته آخر که دیگه تیر خلاصه. توی لوح‌های گلی که از تخت جمشید پیدا شده، مدارک روشنی وجود داره که نشون میده یه زن کارگر در امپراتوری هخامنشی، یعنی حدود 2500 سال پیش، مرخصی زایمان با حقوق داشته و برای کار برابر حقوق برابر با مردها میگرفته. حقوقی که زنهای غربی تا قرن 20 داشتن براش می‌جنگیدن. این دیگه واقعاً کل روایت تاریخ رو به چالش میکشه. پس با همه اینها شاید واقعاً وقتش رسیده باشه که یه بازنگری جدی تو تصوراتمون از تاریخ بکنیم، نه؟ دفعه بعدی که اسم تمدن باستان به گوشتون خورد، شاید بهتر باشه به جای ستونهای مرمرین و سفید آتن به اون لوح‌های گلی و اداری تخت جمشید فکر کنید. جایی که ظاهراً ارزش آدما به کارشون بوده، نه جنسیتشون. تاریخ همیشه اون چیزی نیست که به ما گفتن.